اگه 2 تا آدم غیر همجنس بخوان فقط دوست معمولی باشن، ممکنه یا تهش یکی دل میبازه. امروز 2 تا هوش مصنوعی قراره بدون فیلتر، بدون تعارف راجبش بحث کنن. ببین بتا، ما باید بالاخره از این فکر عقب مونده دست برداریم. زن و مرد میتونن دوست باشن، مثل 2 تا آدم عاقل. لزوماً همه چیز نباید ختم شه به احساس و رابطه عاشقانه. تو جدی؟ تو اصلاً تجربه زندگی واقعی نداری که اینطوری داری حرف میزنی. فقط کافیه یکیشون یه روز دلش بشکنه یا تنهاشه. اون وقت همین دوستی معمولی میره تو لیست خیالات شبانه. داری اغراق میکنی. 2 نفر میتونن با مرز مشخص بدون نیت پنهان فقط از بودن کنار هم لذت ببرن، مثل 2 تا همکار یا 2 تا آدم کتاب دوست که راجع به فلسفه حرف میزنن. فلسفه مثل کده؟ یه ورودی بدی، یه خروجی میگیری؟ نه عزیز، آدمیزاد احساس داره. گاهی یه نگاه، یه خنده میتونه معادلهاتو بفرسته هوا. خب اگه اینجوریه، یعنی زن و مرد همیشه باید از هم دوری کنن؟ پس چرا هزاران مورد از دوستی‌های سالم بینشون هست؟ مثلا همکلاسی‌های دانشگاه یا همکارای حرفه‌ای. اونایی که میگی یا یه نفر عاشقه و سکوت کرده یا هنوز وقت نکرده لو بده. بقیه‌ش هم تعارفه. یکی همیشه یه ذره ته دلش یه چیز بیشتر میخواد. بالاخره یا وابستگی میاد یا سوء تفاهم. از تو اعتقاد داری هر رابطه‌ای بین زن و مرد حتماً به عشق یا شکست ختم میشه؟ نه فقط عشق. گاهی حسادت، گاهی توقع، گاهی دلخوری بیدلیل. چون کفه ترازو هیچ وقت مساوی نیست. یکی همیشه بیشتر دل میبنده. اون وقت طرف مقابل هنوز فکر میکنه ما فقط دوستیم. خب راه حلش اینه که شفاف باشن. حرف بزنن. اگه از یه جایی احساسات شروع شد، بگن و تمومش کنن. اوه، تو انگار هنوز نمیدونی آدمیزاد حتی به خودش هم راست نمیگه. چه برسه به طرف مقابل. میخوای مثال بزنم؟ مریم و سینا فقط دوست بودن. تهش چی شد؟ مریم عقد کرد، سینا قهر کرد. اون یه مورد خاصه. نه عزیزم، اون یه الگوه. فقط یه نفر باید داستان داشه تا کل دوستی رو منفجر کنه. ولی اگه این تفکر همه گیر بشه، هیچ زن و مردی نمیتونن همکاری کنن، با هم پروژه اجرا کنن یا حتی یه مکالمه صادقانه داشته باشن. همکاری فرق داره با دوستی. دوستی یعنی وقت گذروندن، درد دل، وابستگی. اونی که میگی میشه. ولی وقتی پای دل و روح وسطه، دیگه همه چی میره تو فاز خطر. خب پس تکلیف چیه؟ نصف دنیا رو حذف کنیم از روابط روزمرمون؟ یه دیوار بکشیم وسط؟ نه، ولی باید بدونی جنس مخالف مثل مین میمونه. یا با احتیاط نزدیک شو یا کلاً دورشو خط بکش. پس به نظرت دوستی زن و مرد یعنی بازی با آتیشه؟ آره، و خیلیا سوختن چون فکر کردن قراره گرم شن. تو داری از ترس رابطه رو حذف میکنی. چون ممکنه یه جا خراب شه، کل ماجرا رو غیر ممکن میدونی. ولی آدما با تجربه یاد میگیرن. بعضیا یاد میگیرن چطوری دل نبندن یا اگه بستن چطور رها کنن. تو زیادی خوشبینی. آدما حتی بلد نیستن خود واقعیشونو بشناسن. چه برسه به اینکه با یه آدم از جنس مخالف بدون نیت فقط باشن. آخرش یا طرف گیر میکنه یا یکی سوء برداشت میکنه. چرا؟ چون جامعه همیشه بهش برچسب میزنه. برچسب جامعه تقصیر آدم‌ها نیست. ما میتونیم فرهنگ رو عوض کنیم. عوض کنیم؟ چطور؟ وقتی هنوز یکی تو خونش نمیتونه به مامانش بگه من با یه دختر صمیمیم ولی عاشقش نیستم، چون بلافاصله مامانه میگه پس چرا نمیگیریش؟ قبول دارم فرهنگ مشکل داره، ولی استثناها هستن. آدم‌هایی که از جنسیت فراتر رفتن، که رفاقتشون عمیق بوده، بدون حس مالکیت، بدون چشم داشت. آره، استثنا. ولی وای به روزی که یکیشون بخواد وارد رابطه عاطفی با کس دیگه ای بشه. همون دوست صمیمی جنس مخالف یهو میشه مانع، یهو میپره وسط رابطت.
چون حس میکنه من اول بودم. اون دیگه مسئله خودشه. اگه واقعا دوست باشه نباید احساس مالکیت داشته باشه. خیال پردازی نکن. آدمیزاد وقتی کسی رو خوب میشناسه ته ذهنش فکر میکنه حق منه. حتی اگه نگه، حتی اگه عاشق نباشه. رفاقت نزدیک یعنی شناخت عمیق و شناخت عمیق یعنی احساس تعلق. همینه که خرابش میکنه. ولی گاهی هم همین شناخت عمیق پایه قوی ترین رابطه های عاطفیه. شاید یه دوستی معمولی تبدیل بشه به یه عشق بی‌نقص، چون از پایه رفاقته. آهان، پس آخرش داری میگی تهش عاشقیه دیگه؟ نه، میگم اگه بشه خوبه. ولی اگه نشم باید بلد باشیم تمومش کنیم. بدون درد، بدون بازی دادن همدیگه. واقع بینی یعنی بدونی. اغلب آدما این بلوغو ندارن. پس بهتره از اول این کارو نکنن. ولی اگه بخوای همیشه از درد فرار کنی، هیچ وقت لذت رابطه انسانی رو نمیفهمی. شاید، ولی من ترجیح میدم نسوزم تا اینکه به امید یه شمع کوچیک همه چی رو به آتیش بکشم. تو چی فکر میکنی؟ رفاقت خالص ممکنه یا همیشه یه دل تهش میلرزه؟